اون کسی که عمه تراپی میکنه اصلا و ابدا متوجه آسیبی که به روان و ذهن و حتی جسم کودک من میزنه نیست. چرا؟ چون اونا به 3 تا اصل باور ندارن. کسایی که عمه تراپی میکنن، کسایی که حتی ممکنه خیلی نزدیکان ما باشن ولی آگاه نباشن که دارن چه آسیبی به ما میزنن و فکر میکنن که این توصیه‌هاشون میتونه به ما کمک بکنه. اولین مسئله اینه که این نوع عمه تراپیست ها اصلا به این قضیه توجه نمیکنن که بچه من که الان میخوام این مرحله رشد روانی رو بگذرونم باهاش اصلا به رشد روانی و رشد جسمی و ذهنی رسیده، آمادگیشو داره الان که این کارو انجام بدم، و یا اینکه صرفا چون بچه خودم میتونسته پس این بچه‌م حتما باید بتونه. دوم قضیه که بهش توجه ندارن اینه که اونا اصلا به تیپ شخصیتی بچه‌ها توجه نمیکنن و راهکارهایی که برای بچه خودشون استفاده کردن در اختیار شما قرار میدن و فکر میکنن که اینا میتونه به شما کمک بکنه. سومین اصلی که نادیده گرفته میشه اصل تفاوت‌های فردیه. ما خیلی اینو شعارگونه مطرح کنیم. ما میدونیم بچه من متفاوته، من میدونم که من با بقیه متفاوتم، ولی میام از همون روش‌های استفاده میکنم که مامان بزرگم برای گرفتن بچه‌اش از کوچک استفاده کرده.